بدبخت‌ترین آدم دنیا، تاکید میکنم بدبخت‌ترین آدم دنیا تویی. البته اگر این داستان رو بشنوی از کسی که توی زندگیش حداقل 10 بار شکست خورده بود و توی 25 سالگی وقتی باهاش حرف میزدی انگار یک آدم 70 ساله جلوت نشسته بود، یاد گرفتن که این 3 نکته باعث میشه توی زندگیت روز به روز بیشتر شکست بخوری و روز به روز بیشتر بدبخت‌تر بشی. حالا اگر دوست داری میتونی ویدیو رو رد کنی بره، ولی به نظر من ارزش دیدن داره. هم دخترها هم پسرها باید این 3 نکته رو بدونن. نکته اول، دخترها دنبال پول پسرها و پسرها دنبال رفع نیازشون با دخترها. اگر بگی غیر اینه اصلا حرفتو باور نمیکنم، چون دلیل دارم برای حرفم. وقتی که شرط اول یه دختر برای ازدواج پول خوب و ماشین خوب و زندگی درست حسابی پسر است و شرط پسر برای ازدواج اندام و قیافه خوب دختر است، چیزی غیر از این فهمیده نمیشه. دنبال آدم خوب نباش. گشتم نبود، نگرد نیست، روی خودت تمرکز بکن. نکته دوم، همونی که امروز بهت میگه اگر نباشی دق میکنم میمیرم و این داستانا، فردا اگر یک نفر بیاد توی زندگیش که فقط عکس پروفایلش از عکس پروفایل تو قشنگتر باشه، بهت قول میدم که باهاش به تو خیانت میکنه. شیرین برای فرهاد نمون، لیلی برای مجنون نمون، میخوای کنسوم برای چنگیز بمونه، سینگل باشه پادشاهی بکن، باز هم تمرکزتو بذار روی خودت. نکته سوم، پول که داشته باشی یا یک کوچولو ارزش اجتماعیت از اطرافیانت بالاتر باشه، اونی که امروز برات ناز میکنه و عشق میاد فردا براش میشی سلطان، براش میشی مایکویی. یک کوچولو تمرکزتو بذار روی پول در آوردن و بالا بردن سطح اجتماعیت. یه لنگریزی بی‌ام‌وی پارچی چیزی بگیر بنداز زیر پات، 2 تا خیابون توی ایران بالا پایین بکن، ببین حرفی که میزنم درسته یا نه. اگر درست نبود بیا تف کن روی صورت من. این که دلی حرف بزنم و تجربیاتم رو بهت یاد بدم بیشتر خوشحالم میکنه که تا محتوای زرد تولید بکنم. اگر به نظرت حرفم به دلت میشینه بقیه دوست دارم ببین.